یک دفعه چی نکو کاریسا فهمیدی؟ یک دفعه بذار باش تا ازش پرسم چی میگه بود دقیقا من نفهمم با مگه نیل حالا چی اینجا بیادم خانه که چیز آمده زوزه آمده از خاطر وقتی مگه چرا چیز کده این اینجا بیجا هستی تو؟ بیا اینجا وقتی ترکان نداره چه نامش؟ وقتی نکبه چی میشه؟ ترسونه اما نکنو غال مغاله خیره چه کس نکن چه کس نکن امی چیز واس کنه خیره چه کس نکن خیره نگو وقتی آرام بشی تو بکن کار نداره کار کار نداره نداره تو وقتی کار نداره تو یه زب میکنه وایس خرابه بیدار جو نه رکی امی چیز کنه چیزا نمیمونه خانه چرا نمیبریده؟ چه خانه پیسه میگم اینجا یه شور خوردم نه سرک روانی پیسه نمیگیره دولتیست. نه که زب نمیشه خورده نمیتونه یه ایجا زب نمیشه یکی نمی که می دروازه شو واز کنه قد سوته و کل چیز میزنه خیره وقتی اینی دیگه شور میگه داز داده میرن نکنه که دروازه شو واز کنه خودش گفت که مقصد ما در اینجا چی میشن چرا اول نبردی شفاخانه یا اول برده بودی نشده نمیجا مانده چقدر دیر میشه که اینجا مونده؟ چند سال؟ دیر میشه؟ اینجا سابقه هم نداره اومد بیرون در اینجا دفته و خواه مگه دیگه میگه باز پس 20 سال دمی یک اینجا نه همین شخص است که شما گرفتاری کردید در رابطه با این قضیه. بله همین شخص است. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم از غلام سخی ولد بدل همشیرم در مدت 25 سال میشه در خانه بود. داخل یک اتاق بود. داخل یک اتاق بود. بد کردی یا خوب کردی؟ در خدا معلوم است. بگو تا دین رو چی میگفتی؟ در خدا معلوم است. خدا همین کار خوب بود یا بد؟ کارم خوب بوده یا بد؟ گفتم در خدا معلوم است. اگر بد بود همین خوب کار خوب بود یا بد؟ همین که یک انسان در یک چتلی باشه و اونجا تو او را چتلی نمیکشی خوب است یا بد؟ در یک اتاق تاریک در جایی که خودش در 25 سال اونجا تشنا به خدا میکرد، در 25 سال اصلا حمام نکرد، در 25 سال اصلا لباس خود تبدیل نکرد، این کار خوب بوده یا بد؟ بد است. این می رقم بگو. ما که وقتی که زمانی که دیدیم که مکمل پلاستیک گرفتگی بود کسی نمیفهمید که اینجا اصلا کسی زندگی میکنه. بعد از اینکه ما فهمیدیم بعد از اینکه ما فهمیدیم که اینجا را مکمل میگن پلاستیک گرفته بود و از این یک سوراخ برش مانده بود. از این سوراخ البته این سوراخ هست، از این سوراخ نان برش داده میشد. دیگه این خانم مدت 25 سال عمر خود در اینجا بالاخره زندانی بوده و حتی یک بار هم نشده که بیرون شده باشه. تمام فقط یک مواد خوراکه برش از اینجا داده می شده. در این 25 سال نه این خانم کدام بار سرجان خودش شده به اصطلاح یا حمام کرده، نه که لباس خود تعویض کرده و در ضمن فقط هیچ کسی هم حق ملاقات با این خانم نداشته. قضیه واقعا مبهم و پیچیده بوده. فقط از یک ساعت این میتونیم بگوییم که بالاخره یک معجزه است که خانم زنده مانده. جناب جهادیار صاحب با ما هستن، ان شاء الله میریم داخل ببینیم که در داخل واقعا وضعیت زندگی این خانم چگونه بوده. اینجا خیلی تاریک هم است. وطنران عزیز، این اتاق بوده که این خانم زندگی میکرده. اینجا مواد خوراکیش بالاخره از امی کلکین که برش داده میشده. اینجا ببینین برنج است و نان است تو تکای نان و این خانم در اینجا نان میخورده. متاسفانه که هم نانش هم اینجا بوده، هم تشنابش هم اینجا بوده. اینجا هم تشناب خودم میکردن، اینجا نان در پهلویش تشناب. این اتاق شما میبینید که مکمل پر از آشغالی است و بالاخره خانم بیچاره 25 سال در این خانه زندانی بوده از طرف برادر خود و 3 برادرزادش که در رابطه با این قضیه گرفتار کرده بودن که در این اواخر بالاخره باز نام چیز خانه جان
خب دوستای عزیز آمدیم داخل اینجا بایدنشون و میخوایم کنارشان بشیم و امروزشان صحبت کنیم، بخاطر که تا جایی که ما معلومات گرفتیم صداشان زیاد بلند نیست و صداشان درست شنیده نمیشه. سلام مادر جان، خوب هستی؟ آره شکر. چی حال داری؟ شکر خوب. نامکت؟ نام وقتی ما گردی نام فهم. نامکت نمیفهمی؟ نه فهم نه. آمد نه فهم. خاله جان قند خودت میفهمی که چه مدت در اون خانه بودی؟ نه فهم. نمیفهمی؟ نه فهم. از اتاق بر ما بگو که اتاق چه قسم بود، یادت هست؟ نه. او خانه که در حبس بودی؟ نه دیگه که مگه تو آمد نه. اینم تو من نشافتم دیگه نه. از بیادر چیز به یادت هست خاله جان؟ تو آمد نه. جای جاب نمیشه بود. نبودم هم جا پیچه بید. هیچ درآمد من همی. این چیز به یادت نمیاد؟ اینجا چطور؟ اینجا کجا هست فعلا؟ اینجا میفهمی کجا هست؟ هیچ نمیفهم چه کجا.